ما تو عصر حواس پرتی زندگی میکنیم. اگر تو هم حواست خیلی راحت پرت میشه و ساعتها وقتت رو صرف کارهای بی اهمیت میکنی و از این بابت هم خودت رو سرزنش میکنی، این ویدیو مخصوص توه. تحقیقات نشون داده که میانگین تمرکز ما فقط 40 ثانیه هست. هر 40 ثانیه چیزی ما رو از کار اصلیمون دور میکنه. به همین دلیلی که شاید تمام روز رو کار کنیم اما کار زیادی انجام ندیم و آخر روز هم احساس خستگی بکنیم. برای حل این مشکل مهمترین مهارتی که میتونیم یاد بگیریم تمرکز روی چیزهای درسته. تو این ویدیو به شما میگم چطور میتونید این کار رو انجام بدید و برای این کار هم از خلاصه این کتاب استفاده کردم که نوشته کریس بیلی است. البته من ترجمه این کتاب رو به فارسی پیدا نکردم، ولی نکات مهم این کتاب رو اینجا بهتون میگم. طبق این کتاب 47% از مواقع شما از چیزی که روی اون تمرکز دارید آگاه نیستید. یعنی اگه 12 ساعت در روز بیدار باشید، در 6 ساعت از اون تصمیمات آگاهانه میگیرید. مثلا وقتی که شروع به یادگیری رانندگی کردید، همه ی حرکات رو آگاهانه انجام میدادید. با گذشت زمان اون حرکات به صورت خودکار انجام شدن و خیلی سریع مسیرهایی که برای رفتن به محل کار، خونه و یا خرید طی می‌کردید هم خودکار شدن. حالا فرض کنید یه اتوبان بزرگ کنار خیابونی که همیشه از اونجا میرید ساخته شده و این اتوبان میتونه شما رو 2 برابر سریعتر به محل کارتون برسونه. آیا تمایل دارید که از این اتوبان جدید استفاده کنید؟ خب قطعاً جوابتون بله هست. اما اگر هنوز بخواید روی روش‌های قدیمیتون تمرکز کنید و اصلاً به اطرافتون نگاه نکنید، حتی متوجه نمیشید که یک اتوبان جدید ساخته شده. در بقیه جنبه‌های زندگیتون هم همین اتفاق میتونه بیفته. اگه به اطرافتون نگاه نکنید و برای تصمیم‌گیری آگاهانه توقف نکنید، ذهنتون شما رو در همون مسیرهای قدیمی نگه می‌داره و حتی مسیرهای بهتری که درست جلوی چشمتون هستن رو نمی‌بینید. به همین دلیل باید به صورت آگاهانه تمرکز کنید. برای این کار 4 قدم اصلی وجود داره که در این ویدیو با هم بررسیشون میکنیم. ولی قبل از این که به این موضوع بپردازیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید که ادامه بدیم. اولین قدم اینه که بفهمید روی چه چیزی تمرکز کردید. یک تایمر تنظیم کنید و وقتی زنگ میزنه به کاری که در اون لحظه انجام میدید فکر کنید. آیا روی کارهایی تمرکز میکنید که شما رو به اهدافتون نزدیکتر میکنه یا در حالت خلبان و خودکار هستید و روی کارهای کوچکتر و بی اهمیت‌تر تمرکز کردید؟ در این زمینه باید به 2 سوال پاسخ بدید. 1. چطور وقت خودم رو صرف میکنم؟ و 2. وقتی باید روی چیزهایی که واقعاً مهم هستن تمرکز میکنم، چه چیزهایی معمولاً حواسم رو پرت میکنه؟ توی این مرحله نیازی نیست که کار خاصی با این اطلاعات انجام بدید. فقط آگاهی از این موضوع میتونه تأثیر مثبتی روی شما داشته باشه. با این کار متوجه میشید که حواستون بیشتر پرت میشه و یکم مراقبتر و محتاط‌تر عمل میکنید. مرحله دوم اینه که به جای اون چیزی که در حال حاضر روی اون تمرکز دارید، فعالیتی رو انتخاب کنید که باید روی اون تمرکز کنید. قبل از انتخاب این فعالیت برای تمرکز، 4 نکته رو در نظر بگیرید که بتونه به انتخاب بهتر شما کمک کنه. اول، همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید که درصد کمی از کارهایی که انجام میدیم بیشترین نتیجه رو برای ما به همراه داره. اگر 10 تا کار داشته باشید، احتمالاً 2 تا از اونها بالاترین نتیجه رو برای شما به همراه خواهد داشت. به این از قانون 2080 یا قانون پارتو گفته میشه و دلیل اینکه باید تمرکز خودتون رو تنظیم کنید اینه که بتونید در این 2 تا فعالیت اصلی که باعث بهره‌وری بیشتر شما میشن عملکرد داشته باشید. دوم، از قانون 3 برای یافتن مرتبط‌ترین کارها استفاده کنید. هر روز 3 تا کاری که میخواید تا پایان روز انجام بدید رو انتخاب کنید. همینطور میتونید این کار رو در شروع هفته، ماه یا حتی به صورت 3 ماهه هم انجام بدید. انتخاب آگاهانه 3 کار مهم به شما کمک میکنه در طول روز از حواس پرتی اجتناب کنید. سوم، همیشه چالشی رو انتخاب کنید که بتونید از پسش بر بیایید. باید چیزی رو انتخاب کنید که هم سطح یا کمی سخت‌تر از سطح مهارتتون باشه. این کار اگر خیلی راحت باشه ممکنه خسته بشید و اگر خیلی سخت باشه ممکنه دلسرد بشید. و 4، وظایف خودتون رو به بخش‌های خیلی کوچیک تقسیم کنید و اون رو با جزئیات خیلی زیادی بنویسید. این کار باعث میشه که شما در انجام کارهاتون دقت و تمرکز بیشتری داشته باشید.
خب حالا وقتی طی مرحله اول و دوم مشخص کردید که چه چیزی تمرکز شما رو به هم میزنه و تصمیم گرفتید روی چی باید تمرکز کنید و وظایفتون رو هم تقسیم بندی کردید، نوبت به مرحله سوم میرسه. ایجاد تمرکز. توی کتاب از کلمه هایپر فوکوس به این منظور استفاده شده و من توی این ویدیو به جای این کلمه عبارت تمرکز لیزری رو استفاده میکنم. خب در ابتدا تمرکز لیزری آسون نیست و ممکنه متوجه بشید که چند بار حواستون پرت میشه. ناامید نشید. این موضوع کاملا طبیعیه و اینجا من یه سری راهکار رو برای غلبه بر مقاومت اولیه نسبت به تمرکز بهتون میگم. برای اینکه این نکته ها رو بدونید حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب حالا این نکته ها چیا هستن؟ اول اینکه دوره تمرکزتون رو کوتاه کنید. تمرکز برای 10 دقیقه راحت‌تر از تمرکز برای 1 ساعته. با زمانهای کوتاه‌تر شروع کنید و پیروزی‌های کوچیک رو جشن بگیرید. هر روز تمرکز لیزری رو انجام بدید، حتی اگه شده فقط برای مدت زمان کوتاهی باشه. دوم، به موقعیت‌هایی که میگید برای چیزی وقت ندارید توجه ویژه بکنید. شما همیشه وقت دارید، اما اون وقت رو برای کارهای دیگه استفاده می‌کنید. مثلا اگر مدام به خودتون میگید که برای این کار خاص وقت ندارید، یعنی چیزی در این کار وجود داره که شما را از انجام اون دور نگه می‌داره. اهمال کاری سیگنالیه که به شما میگه شاید بهتر باشه برای انجام این کار از کسی کمک بگیرید. پس به برون سپاری کارهایی که همیشه به تعویق میندازید هم فکر کنید. سوم، خودتون رو شارژ کنید. استفاده از توجه و انرژی برای تمرکز لیزری شما رو خسته میکنه. وقتی خسته اید متمرکز شدن سخت‌تر میشه. پس شارژ مجدد برای بهبود مهارت‌های توجهی شما خیلی مهمه. شارژ مجدد میتونه شامل فعالیت‌هایی مثل مدیتیشن، قدم زدن تو پارک یا هر کاری باشه که برای آرامش ازش لذت میبرید. و چهارم، خواب کافی داشته باشید. خواب مهمترین عاملیه که همه چیز رو در زندگی شما حفظ میکنه. اگر خوب نخوابید، هیچ کدوم از نکات و تاکتیک‌ها نمیتونن به شما کمک کنن. در طول شب ذهن شما اطلاعات رو دسته‌بندی و پردازش میکنه و اگر خواب خوبی نداشته باشید، روز بعد ذهنتون آشفته و تمرکز کردن براتون سخته. اما گام چهارم برای ایجاد تمرکز آگاهانه اینه که گاهی اوقات اجازه بدید ذهن شما پرسه بزنه. شاید پیش خودتون بگید شما که همین الان داشتی نحوه تمرکز کردن صحیح رو توضیح میدادی و در این موضوع حق کاملا با شماست. اما واقعیت اینه که ما همیشه نمیتونیم تمرکز لیزری داشته باشیم. فکر کنید 8 ساعت رو به طور پیوسته متمرکز باشید. آیا خسته نمیشید؟ تا حالا متوجه شدید که معمولاً بهترین ایده ها و راه حل ها رو برای مشکلاتتون زمانی پیدا می کنید که زیاد بهش توجه نمی کنید؟ مثلا وقتی که در حال دوش گرفتن، خوابیدن یا پیاده روی هستید. این قضیه حتما برای همتون اتفاق افتاده که گاهی اوقات دنبال اسم یه نفر یا جای یه چیز گم شده بودید که هر چقدر به مغزتون فشار آوردید به ذهنتون نیامده، ولی بعد از چند ساعت که فکر کردن بهش رو ول کردید یهو به ذهنتون اومده. تو کامنت ها برام تجربیات خودتون رو در این زمینه بنویسید. نویسنده در این کتاب به این حالت تمرکز پراکنده میگه، یعنی وقتی که از تمرکز کردن روی چیزی دست میکشید و روی هیچ چیز خاصی تمرکز نمیکنید. تمرکز شاید برای بهره وری لازم باشه، اما برای خلاقیت باید برعکس عمل کنید. بذارید ذهنتون سرگردان بشه و بین ایده ها ارتباط برقرار کنه. اینطوری میتونید ایده های جدیدی پیدا کنید. در مغز ما قطعات اطلاعات مثل یک سری نقاط هستن که مغزمون برای شکل دادن به ایده های جدید اونها رو به هم وصل میکنه. هرچی محیط و تجربیات ما غنی‌تر باشه، مغز ما نقاط بیشتری رو به هم وصل میکنه و خلاق‌تر میشیم. پس بهترین راه برای افزایش خلاقیت اینه که تجربیات متنوع داشته باشیم و از اطلاعات با کیفیت استفاده کنیم. اتصال نقاط کاریه که مغز شما وقتی تمرکزتون رو پراکنده می‌کنید انجام بده. مغز قطعات مختلف اطلاعات رو به صورت آزاد به هم وصل می‌کنه و اینطوری به دیدگاه‌های جدید و ایده‌های تازه میرسه. برای تقویت خلاقیت و ایده پردازی چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشید. اول اینکه شما میتونید از سرگرمی‌های بی‌ارزش به این منظور استفاده کنید، ولی سعی کنید که تایم زیادی رو از شما نگیره. دوم، وقتی اجازه دادید ذهنتون آزادانه سرگردان بشه، اون موقع هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو یادداشت کنید. سوم، وقتی با مسئله مواجه هستید و راه حلی براش پیدا نمی‌کنید، سعی کنید کمی بخوابید. وقتی خواب هستید، ذهنتون به وصل کردن نقاط ادامه میده و ممکنه ایده‌های بهتری به ذهنتون برسه.
چهارم، مشکلاتتون رو یادداشت کنید. این کار به ذهن شما کمک میکنه که به پردازش اونها در پس‌زمینه ذهنتون ادامه بده، حتی وقتی به طور فعال بهشون فکر نمی کنید. و پنجم، مشکل رو تو ذهنتون نگه دارید و بذارید افکارتون دور و برش بچرخن. به مسئله فکر کنید و از زوایای مختلف بررسیش کنید. خبر خوب اینه که تمرکز پراکنده رو میتونید در هر زمان و مکانی انجام بدید. برعکس تمرکز لیزری، تمرکز پراکنده نیازی به محیط خاصی نداره. پس میتونید از استراحت هاتون برای پراکنده کردن تمرکزتون استفاده کنید. استراحت های مؤثر باید کم تلاش و عادتگونه باشن، اما باید چیزی باشن که واقعا ازش لذت میبرید. مثلا شاید خوندن ایمیل موقع استراحت نیاز به تلاش کمی داشته باشه و عادتگونه باشه، اما آیا براتون سرگرم کننده هست که بتونه به تمرکز پراکنده‌تون کمک کنه؟ شاید قهوه خوردن و گپ زدن با یه دوست توی کافه لذت بخشتر و موثرتر باشه. تمرکز پراکنده نه تنها شما رو خلاق میکنه، بلکه به ذهنتون این فرصت رو میده که از تمرکز زیاد استراحت کنه. هرچی بیشتر به ذهنتون اجازه بدید که آزادانه پرسه بزنه، انرژی بیشتری برای کارهای مهم خواهید داشت. به عبارت دیگه، این نوع تمرکز کمک میکنه تا بهتر بتونید روی چیزهایی که نیاز به تمرکز زیادی دارن تمرکز کنید. خب حالا بیاید یه نگاه کوتاه به کلیات 4 مرحله‌ای که توی این ویدیو بهتون توضیح دادم بندازیم. اول، برای اینکه بدونید چه چیزی حواستون رو پرت میکنه و بیشتر مواقع توجهتون به کجا میره، یه تایمر ساعتی تنظیم کنید و هر موقع زنگ زد ببینید حواستون کجاست. دوم، فعالیت مناسبتون رو برای تمرکز بر اساس قانون 2080 انتخاب کنید. این فعالیت نه خیلی باید آسون باشه و نه خیلی سخت. یادتون نره که این فعالیت رو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنید. سوم، تمرکز کنید. برای شکستن مقاومت اولیه جهت تمرکز لیزری با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مثل 10 دقیقه شروع کنید و هر روز این تمرین رو انجام بدید. چهارم، گاهی اوقات تمرکزتون رو پراکنده کنید و به ذهنتون اجازه بدید که آزادانه پرسه بزنه و خودتون رو از تمرکز زیاد رها کنید. توی این ویدیو راجع به تقویت تمرکز صحبت کردم. حالا ما تمرکز داریم، ولی چطور میتونیم انگیزمون رو هم افزایش بدیم؟ توی این ویدیوی بعدی در این مورد صحبت کردم.